دوستای خوبم سلام. مرتضی هستم. با چنل من همراه هستید برای آموزش های حرفه‌ای 3D Max تا انشالله از پایه 3D رو با هم دیگه جلو ببریم و یه 3D کار حرفه‌ای بشید و لذت ببرید از این نرم افزار، کیف کنید باش. از دوستای جدیدی که تازه با چنل من آشنا شدن درخواست دارم که حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون آموزش های قوی تر، حرفه‌ای تر و در واقع ما داریم از پایه میایم بالا. حالا دوستانی که آشنا هستن با ویدیوهای بنده و دارن میبینن، از اول با من همراه بودن، دارن میبینن که ما از شروع نرم افزار 3D Max این پروژه رو شروع کردیم، این چنل رو شروع کردیم. یعنی اگر که توی یوتیوب بنده سرچ کنید میبینید که اولین ویدیو بنده این هستش که اصلا چجوری استارت نرم افزار 3D Max رو بزنیم. یعنی اگر که اولین بار 3D رو دارید شروع میکنید و با این ویدیو بنده آشنا شدید، به نظرم میتونید که یه پلی بک بزنید و برگردید از ابتدا، از اولین ویدیو یوتیوب بنده چک کنید ببینید. خیلی زمان کمی هم ازتون میگیره هر ویدیو. چک کنید ببینید و از پایه بیاید بالا. انشالله که با ویدیوهای قوی تر بنده هم روبرو میشید و کیف میکنید با آموزش ها. از شما درخواست دارم که حتما لایک رو بزنید، سابسکرایب کنید و اینکه کامنت بذارید که چنل منم یه ذره قوی تر بیاد بالا، دیده بشه، بولد بشه توی یوتیوب. و اینکه کمک کنیم به هم دیگه. من به شما آموزش میدم، شما کمک کنید من دیده بشم که دوستان دیگه ای هم عزیزان دیگه ای هم که میخوان با این افزار آشنا بشن ما رو ببینن، دیده بشیم توی یوتیوب. چون آشنایی با یوتیوب و آشنایی با تیریدی و اینا رو دیدم که کمتر کسی با این شیوه داره آموزش میده. حتی من کلیک چپ و کلیک راست هم دارم توضیح میدم. یعنی نمیگم دوستان عزیز کلیک کنید اینجا، میگم کلیک چپ کنید یا کلیک راست کنید. حالا کسایی که با ویدیو بنده آشنایی دارن متوجه هستن، ویدیوهای قبلی بنده رو دیده باشید متوجه هستید. یعنی افرادی که از صفر دارن 3D Max رو شروع میکنن متوجه میشن که من از بنیان دارم ریز به ریز توضیح میدم که قشنگ حرفه‌ای بیاید بالا. خب بریم سراغ مبحث امروز. ببینید ما میخوایم ساخت متریال های گلس و متریال مات رو یاد بدیم توی این مبحث که قطعا خیلی به درتون میخوره برای سرامیک، برای کف، یا برای نمای ساختمون ها، یا برای هر کاری، هر چیزی که تصورتون باشه. کلا تیردی یه جوری هر مبحثش برای همه جا به دردتون میخوره. یعنی یه جا میرید متوجه میشید که چقدر این چیزی که یاد گرفته بودم، این ترفنده به دردم خورد. و قطعا اینم یکی از همون ترفندهای حرفه‌ایه که مطمئنم به دردتون میخوره. ساخت متریال های گلس یا ساخت متریال مات. خب ببین اولا که ما یه باکس رو طراحی میکنیم. حالا دوستان عزیزی که ویدیو قبلی بنده رو دیدن کاملا آشنان که چجوری باکس رو طراحی میکنیم همه چی. بریم سراغ اصل مطلب. ما یه باکس رو طراحی میکنیم، گزینه M روی کیبوردمون رو میزنیم. اینجا متریال ادیتور برای ما باز میشه این قسمت و همونجا که ملاحظه میفرمایید اینجا این گوی ها متریال هایی هستش که میتونیم به صورت پیش‌فرض خودمون بسازیم. این قسمت استاندارد روی یکی از این گویا فرق نمیکنه، روی هر کدوم. من روی اولی کلیک میکنم، دیفالت اسمش هم دیفالت. میتونیم بعداً اسمش رو تغییر بدیم، مثلا بذاریمش هایگلاس یا هایگلاس یا مثلا مات. ما الان به صورت پیش‌فرض میخوایم یه ورق گلسه، یعنی حالت شاین داشته باشه، براق باشه، طراحی کنیم که تو رندرمون بعداً گلس بشه. گزینه استاندارد رو کلیک میکنیم، کلیک چپ. این قسمت میبینیم که اونایی که توی ویدیو قبلی خدمتشون ارائه شد که حتما نرم افزار ویری داشته باشید، کلیک چپ میکنیم اینجا مجدد. ویری ام تی آی رو کلیک چپ میکنیم و گزینه اوکی رو میزنیم. خیلی خوب، اینجا ساخته شد. دبل کلیک چپ میکنیم اینجا، حتما صفحه رو داشته باشید. این گزینه میزنیم این قسمت رو که پشت شطرنجی بشه، ببینیم داریم چیکار میکنیم روی کارمون. خب اینجا این قسمت دیفیوز توی این قسمت بیسیک پارامتریک، این قسمت توی قسمت دیفیوز اینجا کلیک چپ میکنیم. گزینه فال آف این رو کلیک چپ میکنیم و اوکی. میبینید به این صورت در اومد. این قسمت رو دوستان عزیز حضور ذهن داشته باشید، هر رنگی که میخواید، حالا ورق گلستون داشته باشه یا هر چی، اون رنگ میشه تون رنگ اصلیتون. من روی سفید میذارمش. یعنی این قسمت رو
میارم روی سفید. حالا شما هر رنگ دیگه میتونید، زرد، صورتی، آبی، قرمز، هر رنگی که مد نظرتونه میتونید تون رنگتون رو تغییر بدید اینجور به صورت پیش‌فرض و دستی. من روی سفید دوست داشتم بذارم و گزینه اوکی رو میزنم. این قسمت یه دونه بک رو میزنیم، این قسمت رو هم کلیک چپ میکنیم، دیفیوز رو. من گفتم که سفید دوست دارم باشه، خب سفیدش میکنم کاملا و اوکی رو میزنم. خب این سربرگ رو، این قسمت که ملاحظه میفرمایید، ما این گزینه L رو حتما با کلیک چپ خاموشش میکنیم. این رو میتونیم لولش رو بیاریم بالا که حالت هایگل است. ما اینو به صورت پیش‌فرض دبل کلیک چپ میکنیم، میبینید که کاملا آبی میشه و میتونید تغییرش بدید. 2:4 و تایید رو میزنیم و این قسمت گلسینسش رو روی 1 به صورت پیش‌فرض، اینو روی 9:4 9:8 هم میتونیم بذاریم، خیلی حرفه‌ای‌تر میشه. و این قسمت هم رفلکس رو، این رو سفیدش میکنم به صورت کامل و ملاحظه میفرمایید از همینجا معلومه که ما یه هایگلس داریم. حالا حالت شاینش یا اینکه حالا میبینید این رفلکس صفحه شطرنجیه توی این. هر چقدر که شما دوست داشتید محیطتون بازتاب داشته باشه توی گلستون، توی اون صفحه شاینتون، توی اون ورقتون، توی اون زمینی که قراره شاین داشته باشه، رفلکت محیط، حالا آبجکت های انسانی که بذارید، آبجکت های طبیعت که بذارید، دوست دارید دیده بشه به این صورت، تنظیمات رو اینجوری قرار میدید. دوستان عزیز نگاه کنید، گلسینسش رو روی 9:8 گذاشتم. ما حالا هر چقدر این رو پایین‌تر بیاریم این کدرتر میشه. ملاحظه می‌فرمایید این نور و یه پیکسلای توش قرار میگیره که کدرترش میکنه. پس ما اگر خواستیم که متریال مات رو هم درست کنیم به همین صورت، با همین تنظیمات و همین ترکیب، یعنی ما این رو کاملا میاریمش پایین، میبینید کاملا داره مات میشه، از حالت شاین داره خارج میشه دیگه، اون صفحه شطرنجیش داره مات میشه، مبهم میشه. و این رو هم به همون صورت کاملا میاریمش پایین، دبل کلیک، 1:6 مثلا. ملاحظه این فرمایید مات شد، یه رفلکس خیلی ضعیفی توش هست و از این هم حتی میتونیم ما مات‌تر داشته باشیم، کاملا مات، به این صورت که ملاحظه این فرمایید. یه مبحث کاملا به درد بخور کاربردی توی تیریدیتون، حرفه‌ایه، بهتون قول میدم خیلی این مبحث به دردتون میخوره. تمرین کنید، تکرار کنید، هر چقدر نیاز بود این ویدیو رو ببینید، تمرین کنید، تکرار کنید، چنل بنده رو ساب کنید، سابسکرایب کنید، داشته باشید، گم نکنید، چون خیلی به دردتون میخوره. مثل یه پوشه حافظه آموزش میمونه برای شما که هر دفعه دوست داشتید یا مطلبی رو فراموش کردید دوباره میاد نگاه میکنید توی سابسکرایبتون، میبینید من مرتضی داداش کوچیکتون هستم و دارم این آموزش‌ها رو میذارم گام به گام باهاتونم تا حرفه‌ای شید ان شاءالله. حتما لایک کنید ویدیو بنده رو، کامنت بذارید، خیلی خوشحال میشم کامنتاتون رو میبینم، انرژی مثبت میگیرم ازتون. حتی اگر نکته نظر منفی هم داشتید بگید، من بدونم اشکال کارم کجاست. ممنونم که تا انتهای ویدیو بنده همراه بودید. این بود مبحث امروزمون. حالا توی ویدیو قبلی هم ملاحظه فرمودید، اگر ندیدید حتما برید ویدیو ساخت متریال شیشه رو ببینید. این رو ما کلیک چپ میکنیم، میکشیم روی این متریالمون و تمام. به همین سادگی متریالمون الان مات شد. اگر هم که خواستیم گلسش کنیم با همون تنظیمات قبلی. تا ویدیو بعدی، خدا